سلام، خوش اومدی به این مدیتیشن. امروز قراره چند دقیقه با هم مدیتیشن شکرگزاری انجام بدیم. پس لطفاً یه جای آروم و انتخاب کن، جایی که برای چند دقیقه تنها باشی و کسی کاری به کارت نداشته باشه. میتونی توی هر حالتی که بدنت باهاش راحت و آرومه قرار بگیری. میتونی بشینی یا دراز بکشی. لطفاً به خودت سخت نگیر. برای شروع بریم که با هم نفس عمیق بکشیم. چشماتو ببند و شروع کن به نفس کشیدن. دم، بازدم، دم، بازدم. یه دم عمیق و حالا با آخرین بازدم همه بدنتو آروم ریلکس کن. حالا که نسبت به چند دقیقه قبل بدنت آروم تره، ازت میخوام تمام توجهت رو بیاری روی نفسهات. هر آنچه تمرکز و توجه توی بدنت داری همشو یه جا جمع کن و بذارش روی نفسهات. به دم و بازدمت، وقتی که نفس وارد قفسه سینه میشه و وقتی که خارج میشه. چند ثانیه توی همین حالت بمون، بدنتو آروم و ریلکس نگه دار و به نفسهات توجه کن. حالا که قطعاً بهتر میتونی روی توجهت تسلط داشته باشی، بیا و به نفسهات فکر کن. از همون لحظه که به این دنیا اومدی تا همین الان که جوون و بزرگ شدی، نفسهات همراهت بودن. بابت این که میتونی راحت و آروم نفس بکشی بدون اینکه براش تلاشی بکنی، قدردان باش و این جمله رو با من توی ذهنت تکرار کن. خدای خوبم، ممنونم بابت نفسهام. خدای خوبم، ممنونم بابت نفسهام. خدای خوبم، ممنونم بابت نفسهام. الان قطعاً انرژی جای بهتریه. ازت میخوام توجهت رو مثل یه شیء که میتونی توی دستت بگیریش برداری و بذاری روی چشمهات. چشمهایی که باهاشون میتونی کسایی که برات عزیزن رو نگاه کنی و لبخند بزنی. چشمهایی که یکی از بزرگترین دارایی های زندگی توه. پس همراه من تکرار کن: خدای خوبم، ممنونم بابت چشمهام. خدای خوبم، ممنونم بابت چشمهام. خدای خوبم، ممنونم بابت چشمهام. دوباره تمرکز رو بردار، بیا رو بذارش روی قلبت.
به قلبت فکر کن، داره توی سینت میکوبه و یکی از بزرگترین دلایل زندگی توه. به بهترین شکل ممکن داره کار میکنه بدون اینکه تو حتی لحظه متوجه بشی. پس بیا و با من تکرار کن: خدای خوبم، ممنونم بابت قلبم. خدای خوبم، ممنونم بابت قلبم. خدای خوبم، ممنونم بابت قلبم. توجه رو دوباره مثل یه شیء توی دستت بگیر. بیار و بذارش روی پاهات. تو پاهای سالمی داری که همه زندگیت پا به پات قدم برداشتن. میدونی که خیلی آدم ها آرزوشون داشتن پاهای سالم توه. پس بیا و با من تکرار کن: خدای خوبم، ممنونم بابت سلامتی پاهام. خدای خوبم، ممنونم بابت سلامتی پاهام. خدای خوبم، ممنونم بابت سلامتی پاهام. یه نفس عمیق بکش. دم و بازدم آروم و عمیق. میتونی مدیتیشن رو همینجا تموم کنی و یا نه ادامه بدی و بابت تک تک اعضای بدنت از پروردگارت تشکر کنی. اگه تصمیم داری که مدیتیشن رو تموم کنی، انگشتات رو آروم تکون بده و چشماتو آروم باز کن. یه نفس عمیق بکش و به ادامه زندگیت برس. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم.